فیونا نعیم یک محقق تاریخ پامیر و منطقه آسیای مرکزی در دانشگاه هومبولت برلین در یک صحبت پیش از این برنامه با همکارم خیرومان بقازاده نظرش را به این اقدام حکومت تاجیکستان چنین بیان کرد. در مجموع یک تحولات مثبت است، چون که تاجیکستان بعد استقلالیت هرچی بیشتر تلاش کرده است از میراث شوروی و بیدادگری هایی که رژیم شوروی در نسبت مردم تاجیکستان راه داده است فاصله بگیرد. من این را در تحقیقات پیشینه هم گفتم که مردم گاه برای ارجگذاری به تاریخ یا یادواره از صحیفه های تاریخی پیشین یک نوع ارتباطی مادی با گذشته باید داشته باشند. من کمی از اون تعجب کردم که تربت از نثار محمد یوسفزی هم به این برنامه شامل شد، چون شاید او در سطحی برابر با نصرت الله مخصوم یا شیرینشاه شاه تیمور نباشد، چون که آنها به یک نوع دوباره به خانه اشان برگردانیده شدند. تا کجا برای نثار محمد هم میشود گفت که تاجیکستان خانه او می باشد نمیدونم، ولی درست است که او برای بنیاد تاجیکستان نقشی باریزی داشته است، یعنی در نهایت خانه او دیگر است. I was a little bit surprised. اقدام حکومت تاجیکستان برای آوردن پاره از تربت قهرمان‌های تاجیک غیر منتظره بود، در حالی که چنین اندیشه وجود دارد که حکومت تاجیکستان تا حال برای آموزش و تحقیق کامل سرکوب‌های استالینی و زنده کردن یاد قربانیان آن دوران تاریک اقدام نکرده است. یعنی این موضوع در تاجیکستان ناگشوده میماند، در حالی که حداقل در سطح اکادمی علم‌ها تیم کلان با اعتبار دانشمندان شاید میتوانستند این کار را بکنند. This is a very important point because این نکته مهم است و برای انجام آن بعضی مشکلات یا چالش‌های هستند. این یک دولت عظیم شوروی بود و تاجیکستان هم بخشی از آن که سرحد عظیم با افغانستان داشت. هرچند من شخصا در تاجیکستان با تحقیقات بایگانی مشغول نشدم، ولی از همکاران تاریخ شناسم میدانم که برای چنین کار شما باید خیلی زیاد به بایگانی دولت ازبکستان مراجعت کنید، چون مواد زیادی آنجا محفوظ است و در مثال این سه قهرمان ملی باید این چنین با مقامات روسیه و بایگانی آنها همچنین تحقیقات هماهنگ شود. تشکر فیونا نعیم، یک محقق تاریخ پامیر و منطقه آسیای مرکزی در دانشگاه هومبولت برلین بود که نظرش را در صحبت با همکارم خیرومان بقازاده عاید اقدام حکومت تاجیکستان برای آوردن پاره از تربت قهرمان‌های تاجیک ابراز نمود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.